سلام از ناحیه زیبای عینی. امروز ما در کان سرمه انزاب و کارخانه متالورژی آمکو قرار داریم. شرکت‌های آمریکایی و شریکان تاجیکستان را به دومین استحصال کننده بزرگی این معدن مهم در جهان تبدیل دادند. استحصال و صادرات سرمه برای تاجیکستان درآمدی نظررس آورده به رشد اقتصادی تاجیکستان مساعدت میکند. سهمی همین ده شرکتی که در اینجا هست سهمیات در مجموع محصولات میبروردگی مثل سرمه از یکی از بگیم که اولین درجه همین دو تا شرکت این ساحه نه تنها اقتصادی ملی را تقویت میبخشد بلکه امکانیت‌های زیادی شغل را فراهم آورده و شکوفایی و ثبات جامعه‌های محلی مساعدت میکند. کارخانه مشترک تاجیکستان و امریکا انزاب سال 2005 تشکیل شده است. حجم مبلغی به بودجه انتقال شونده در این سالها 373 مراتب زیاد شده است. من زیاد از 20 سال در همین کارخانه کار و فعالیت میکنم. نسبتی سالهایی که پیشتر کار میکردیم معاش 1,2 مراتب زیاد شده است. Для получения металлической сурьмы мы используем две стадии. Первая стадия – это обжиг полученного концентрата из брикетированного. Вторая стадия – это восстановительная. ما خیلی خوشحالیم شریکی که ما در اطراف آن بنیاد کردیم با رشد اقتصادی، گسترش تجارت و فراهم آوردن امکانیت‌های شغل برای شهروندان تاجیکستان و ایالات متحده مساعدت کرده است. صادرات سرمه تاجیکستان و ایالات متحده همچون یک عنصر کلیدی وارداتی به صنعت داخلی ما و در بسیار بخش‌های مهم اقتصادی آمریکا به حساب می رود. آمریکا و تاجیکستان یک جایه به پیش!